خرافات ناباورانه، عقاید عجیب و غریب، از سحر و جادو تا ارواح. ببینید که مردم چطور به باورهای غیر منطقی و فراتبیعی دل بستن و این خرافات بر زندگی روزمره مردم این مناطق تأثیر میگذارن. تو این ویدیو با هم سفر میکنیم در دل این باورهای سحرآمیز و باستانی و میبینیم چطور در سراسر آسیای کهن آیین‌ها و خرافات غیرعادی با زندگی مردم در هم آمیخته و شگفتی‌هایی از فرهنگ این سرزمین‌ها رو به نمایش میگذارن. با کره جنوبی شروع می‌کنیم. می‌دونستین که در کره جنوبی خرافات عجیب و باور نکردنی زیادی وجود داره؟ مردم کره اعتقاد ویژه‌ای به این مسئله دارن که اگر قبل از امتحان خوراکی‌های چسبنده مثل آبنبات چوبی بخورن، اطلاعات به مغزشون میچسبه و بنابراین در امتحاناتشون بهتر خواهند بود. ولی اگه قبل از امتحان غذاها یا خوراکی‌های لغزنده مثل نودل بخورن، اطلاعات از مغز لیز میخورن و بنابراین در امتحانشون موفق نخواهند بود. در فرهنگ سنتی کره جنوبی استفاده از دست چپ برای انجام کارها مثل خوردن یا نوشیدن غیرعادی و ناخوشایند تلقی میشه. این باور ریشه در اعتقادات بودایی داره که دست چپ رو با شر و پلیدی مرتبط میدونن. بر اساس این خرافات افراد چپ دست نه تنها ناپاک محسوب میشوند، بلکه به اونها به چشم افرادی که با شیطان در ارتباط هستند هم نگاه میشه. یا اینکه معتقدن که هنگام نگه داشتن چاپستیک هر چقدر نوک اون رو به دستتون نزدیکتر کنید باید مدت زمان بیشتری برای ازدواج صبر کنید. یا اگه چاپستیک ها رو روی یک کاسه برنج به هم دیگه بچسبونید بعد چوبون خواهد بود. یا اینکه اگه قبل از ترک خونه اونجا رو تمیز کنید یعنی نیروهای پلید و شوم رو وارد اون خونه کردید و نباید این کار رو انجام بدید. در فرهنگ کره اعتقاد به موجودات افسانه‌ای و ماورالطبیعه بسیار رایجه، مثل اعتقاد به گابلین ها. گابلین نام گونه‌ای از موجودات افسانه‌ای با جثه کوچیک و چهره زشت هستند. در تصورات مردم اونها موجوداتی شرور هستند که همیشه در پی انسان‌هان. این موجودات دارای قدرت‌های فوق بشری هستند و میل شدیدی هم به جمع‌آوری طلا و جواهرات دارند. اونها اغلب موجوداتی کوتوله و گاهی سبز رنگ با دماغی دراز، پوست چروکیده، ناخن و دندونهای بلند و گوشهای دراز هستند. خب همونطور که گفتم خرافات در زندگی مردم کشورهای آسیای شرقی نقش زیادی داره. این بار میریم به ژاپن و میبینیم این کشور به عنوان پیشرفته ترین کشور آسیایی میزبان چه خرافه هایی هست. اما قبلش اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید. در ژاپن به موجودات ماورالطبیعه زیادی اعتقاد دارن. باور به اینکه درختان روح دارن و میتونن به انسانها آسیب برسونن که باعث شده مردم به طور سنتی به محیط طبیعی با احترام و در عین حال اندکی ترس نگاه کنن. یا باور به موجودات افسانه‌ای شبیه گوبلن‌ها که در جنگل‌ها و کوه‌ها زندگی می‌کنند و همینطور ارواح و موجودات فراتبیعی دیگه‌ای به نام یوکای وجود دارند که بیشتر جنبه طنز و شوخی دارند تا ترس. یا تاناکی که باعث رشد ناخن‌ها میشه. باور به اینکه روح اجداد با نیروهای ماورالطبیعه میتونن از طریق شکاف‌های کوچیک در درها یا پنجره‌ها وارد خونه بشن و اینکه اشباح و ارواح مردگان میتونن به افراد آسیب برسونن که ریشه در بوداییسم داره. یک موجود افسانه‌ای ولی در عین حال جالب کیتسونه ها هستن که روباه‌های جادویی با قدرت‌های فراتبیعی هستن و میتونن به شکل انسان در بیان. همونطور که میبینید این کشور علیرغم تمام پیشرفت‌هایی که در تکنولوژی داشته ولی کماکان لیست بلند بالایی از موهومات داره. مثلا اینکه اگه شخصی سر میز غذا بنشینه و به غذاش دست نزنه یا به تلفن جواب بده به زودی به طرز مرموزی از بین میره. ژاپنی‌ها به خوششانسی و بدیومنی اعداد هم خیلی اعتقاد دارن. مثلا عدد 4 براشون بدیومنه و عدد 7 خوشیومن. در چین اما عدد شانس مردم 8 هست. 8 آگوست هم یکی از روزهای خوشیومن برای چینی هاست تا جایی که حتی به همین دلیل از همون ابتدا بر آغاز رسمی المپیک 2008 در این روز اصرار داشتند. روز 18 سپتامبر رو هم برای شروع تجارت جدید زمان مناسبی میدونن. علاوه بر عدد 8 چینی ها به اعداد 6، 7 و 9 هم علاقه دارن و اعداد 3، 4 و 1 رو بدیومن میدونن و در خرید و فروش هاشون هم به این اعداد توجه میکنن.
مثلا شماره‌های موبایلی که تصادفاً از این اعداد نحس تشکیل شده باشه روی دست صاحبانشون میمونه و هیچ خریداری ندارن. مورد بعدی چیزیه که تقریباً تبدیل شده به یکی از سمبول‌های کشور چین، یعنی اژدها. اژدها در فرهنگ چینی یک موجود افسانه‌ای مقدسه که معتقدن قدرت جادویی و خوششانسی فراوانی داره. تصاویر و مجسمه‌های اژدها به وفور در معماری، طراحی و هنر چینی دیده میشه، چون معتقدن این موجود افسانه‌ای میتونه شرارت و بدشانسی رو دور کنه. چینی‌ها و ژاپنی‌ها رنگ قرمز رو خوشیوم می‌دونن و در آغاز سال نو مردم همه چیز رو به رنگ قرمز در میارن. پس اگه در حوالی سال نو میلادی به این کشورها رفتید و با کشوری یک دست قرمز روبرو شدید، از حالا آمادگیش رو داشته باشید. همونطور که میبینید خرافات در آسیا ریشه های عمیقی داره و بخش بزرگی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم شده که اگر میخواین بیشتر شگفت زده بشین یا حتی به فکر فرو برین، تا آخر ویدیو همراه من باشید. دیدیم که در کشورهایی که تا اینجای ویدیو صحبت کردیم، علیرغم وجود تکنولوژی و پیشرفت، باورهای ریشه‌دار خرافی زیادی وجود داره، ولی در کشور بعدی وجود عوامل فرهنگی و اجتماعی زیادی باعث ریشه‌دار شدن خرافات شده. کشور هندوستان. یکی از این عوامل وجود باورهای خرافی عمیق و سنتی زیاد هندوها در این کشور هست که ریشه‌دارترینشون شاید باور به قدرت جادویی گاو و احترام خاص به اون باشه. باور به قدرت تصویرهای مذهبی و استفاده از اونها برای دور کردن شر و بدشانسی. در هندوستان و در میان هندوها عدد 108 خوشیومنه و در مناسبات مذهبی و آیینی بسیار مهم. عدد 13 بدیومنه و با شانس بد در ارتباطه. علاوه بر این به بدیومی روز جمعه 13 ماه هم اعتقاد دارن و سعی میکنن در این روزها کارهای مهم رو انجام ندن. همچنین باور دارن که سوزاندن موی سر به عنوان قربانی میتونه بلاها و بیماریها رو از فرد دور کنه. از رایج‌ترین خرافات در هندوستان باور به موجودات افسانه‌ای و ماوراءالطبیعه بسیاری هست که در ادامه در موردشون صحبت میکنیم. اما اگه تا اینجای ویدیو براتون جالب بوده، نظراتتون رو در کامنت ها برام بنویسید و بگین به نظرتون چرا بعضی از افراد هنوز هم به خرافات باور دارن و اگه مورد جالبی رو میدونستید در موردش بنویسید. اعتقاد به پیشاج، موجودات رازآلود و خیالی که اغلب به عنوان بخشی از فرهنگ عامه و داستان‌های کودکانه مطرح میشن. این موجودات البته بیشتر به عنوان موجوداتی بامزه و شوخ طبع شناخته میشن. و اعتقاد به گانشا، موجودی افسانه‌ای که سر فیل و بدن انسان داره. این موجود به عنوان خدای موفقیت و رفع موانع شناخته میشه و نقش مثبتی در افسانه‌ها ایفا میکنه. میشه گفت که در کشورهای آسیایی این موجودات افسانه‌ای معمولاً نقش مثبت و سرگرم کننده و کمتر ترسناک رو ایفا میکنن و در مجموع باورهای خرافی هم کمتر جنبه ترسناک دارن و بیشتر به عنوان بخشی از فرهنگ و سنت‌های عامه مردم مطرح هستند. همونطور که دیدیم گاهی گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی تاثیر زیادی بر روی باورهای خرافی نداشته و حتی تا کشورهای پیشرفته اروپا و جهان هم ریشه دوانده. اگر شما هم مایل هستین تعدادی از اونها رو بشناسید، منتظر ویدیوهای بعدی در مورد خرافات رایج در اروپا و آمریکا باشید.